با سلام به کانال ما خوش آمدید. برای شنیدن داستان‌های مذهبی و حکایت‌های جالب از گذشته میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغل اون رو فشار بدید تا هر وقت ویدیوی جدید براتون گذاشتم پیغامش بیاد. ممنونم که با ما همراه هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از همسران رسول خدا به نام ماریه قبطیه فرزندی به دنیا آورد که پیامبر نام او را ابراهیم نهاد. این پسر مورد علاقه شدید رسول اکرم قرار گرفت، اما هنوز 18 ماه از عمرش نگذشته بود که از دنیا رفت. پیغمبر که کانون عاطفه و محبت بود از این مصیبت به شدت متأثر شد. اشک ریخت و فرمود: ای ابراهیم، دل می سوزد و اشک می ریزد و ما محزونیم به خاطر تو، ولی هرگز برخلاف رضای خدا چیزی نمیگوییم. تمام مسلمانان از این مصیبت متأثر بودند، زیرا آنها می‌دیدند که غباری از اندوه بر دل پیغمبر نشسته است. آن روز تصادفاً خورشید هم گرفته بود. با مشاهده این وضع مسلمانان همگی ابراز داشتند که گرفتن خورشید نشانه هماهنگی عالم بالا با عالم پایین و رسول خداست و این اتفاق جز برای فوت فرزند پیغمبر دلیل دیگری نمیتواند داشته باشد. البته این مطلب مانعی ندارد، بلکه برای رسول اکرم ممکن است دنیا هم زیر و رو شود، اما در آن موقع این اتفاق به روال طبیعی روی داده بود. برداشت مسلمانان به گوش پیغمبر اکرم رسید. به جای اینکه آن حضرت از این تعبیر خوشحال شود و مثل بسیاری از سیاستبازها موقعیت را برای تبلیغات غنیمت شمارد و حتی از عواطف مردم به نفع اهداف تربیتی خودش استفاده کند، نه تنها چنین نکرد، بلکه سکوت را هم جایز ندانست. به مسجد آمد و بر منبر رفت و مردم را آگاه نمود و اعلام داشت که خورشید گرفته است، اما هرگز به علت درگذشت فرزند من نبوده است. ممنونم که تا اینجای این ویدیو با ما همراه بودین و به این داستان و حکایت زیبا گوش دادید و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی براتون میذاریم پیغامش براتون میاد. تا ویدیوی بعد شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم.